اگر وقتی خواندن قرآن ببینی که ایمانت زیاد می شود، پس بدان این نشانه الله است که تو را توفیق می بخشد. با معنی دیگر تو را الله دستگیری می کند. اگر به شما قرآن را خوانند اما آن هیچ تأثیر نرساند، شما باید طبابت بیماری دل خود را آغاز کنید. در واقع قرآن اگر به دلت فایده نآورد، پس دلت دردآور و بیمار است. ای فرزند آدم، تو باید دکتر دل خود باشی. قلبت را طبابت نما، وگرنه مرگ می آید که بعد آن دیگر حیات نیست. این مرگ دل شماست. شیخ ابن عثیمین، الله از او راضی باشد.